خب دوستان، امروز اومدم در مورد سشن های معاملاتی باهاتون حرف بزنم. ببینید، ما توی بازار فارکس یه سری بانک های مرکزی داریم که اینایی هستن که من بهتون میگم. فدرال رزرو که بانک مرکزی آمریکا، یه دونه بانک مرکزی اروپا داریم، یه دونه بانک مرکزی ژاپن داریم، یه دونه بانک مرکزی انگلستان داریم. البته خب اینا مهم باشه و هر کدوم از اینا یه ساعتی شروع به کار میکنه و این اختلاف ساعتی یه چیزی درست میکنه به نام سشن های معاملاتی که ساعت هایی که به تایب ایران، یعنی به تایب 3.5 ساعت به اضافه گرینویچ به تایم تهران، اینا میشه بازار به این 20 ساعت های تهران باز میشه. یه دونه اول که سیدنی رو داریم که ساعت 3:30 صبح ما باز میشه تا 9:30 صبح. یه دونه داریم توکیویی که اونم 3:30 صبح تا 9:30 صبح. بعد لندن رو داریم که ساعت 10:30 صبح تا 7 بعد از ظهر ما بازارش شروع کار میکنه. و یه دونه نیویورک رو داریم که 5 بعد از ظهر ما تا 11:30 شب ماه. و اگه دقت کرده باشید یه تایمی لندن و نیویورک تایم‌های بانکیشون رو هم میفته و نقدینگی بازار خیلی میره بالا، چون دو تا بانک مرکزی همزمان داره کار میکنه که از ساعت 4 تا 8 شب ما به پیک بازاره، یعنی خیلی نقدینگی با زیاده و اینا. و این نکتهش اینه که بین این ساعت ها چند تا ساعت ها میفته رو هم، چند تا بانک مرکزی میفته رو هم، مثلا لندن و نیویورک که اینا وقتی مثلا از ساعت 4 تا گفتم تا 8 دقیقی خیلی میره بالا و اون موقع میتونید مثلا سودای خوبی. ولی خب مثلا اگه بخواید برید رو بازار یو اس تی جی پی وای و برید تو سایمای مثلا توکیو معامله بگیرید، چون موقع بازار تازه بانک مرکزیشون باز میشه و نقدینگی اون موقع توی مثلا بازارهایی که ربط داره به ژاپن و اینا که واسه توکیو و ایناست، واسه جی بی پی ها که لندن پونده، ساعت دیگه ساعتهای صبح ما بشه 10:30 صبح ما باز میشه تا 7 شب. و دیگه حالا نیویورک چون خیلی اختلاف ساعتی زیاده، 5 بعد از ظهر ما تا 11:30 شب ما باز میشه و تایم خوبیه واسه اونایی که دلار واسه یو اس سی جی پی وای و مثلا یورو یو اس سی هم که تو تایم‌های مثلا چیزایی. ولی خب یه اندیکیتور داریم که مثلا سشن ها رو بهمون نشون میده و اگه میخواید اون رو بهتون نشون میدم تو کامنت ها، بذارید اسم اندیکیتور رو بذارید. مرسی که ویدیو رو دیدید. خداحافظ.